دستور داد تابلویش را همه جا آویزان کنند. این بهترین راه برای ترساندن مردم بود. هرچه مردم از او بیشتر بدشان می آمد، اندازه تابلوهایش بزرگتر می شد و مردم بیشتر از او می ترسیدند. در یک تابلو بچه کوچکی را بغل کرده بود و او را نوازش می کرد. در یک تابلو می خندید و با مهربانی به مردم نگاه می کرد. در یک تابلو دستش را برده بود بالا و برای مردم تکان می داد. در یک تابلو اسلحه دستش گرفته بود و آن را به سوی دشمنان ملت نشانه رفته بود. در یک تابلو سوار بر اسب بود. در یک تابلو کنار کارگران ایستاده بود و با محبت آنان را نگاه می‌کرد. وقتی مرد، مردم با خوشحالی همه تابلوها را سوزاندند. انقلابیون عکس‌های او را به صورت مخفی در شهر توزیع می‌کردند. بعداً مردم عکس او را یواشکی در خانه‌شان می‌گذاشتند. بعداً در تظاهرات عکس‌های او را دستشان گرفتند و خیابان پر شد از عکس‌هایش. بعداً جوانی که عکسش را در دست داشت جلوی تانک رفت و کشته شد. بعداً حکومت را در دست گرفت و عکسش را از تلویزیون نشان دادند. بعداً جلوی همه ادارات تابلوهای بزرگی از او را آویزان کردند. بعداً سیاه پوشان به هر جا عکسش نبود حمله می کردند و آنجا را آتش می زدند. بعداً دولت انقلابی اعلام کرد که در همه ادارات باید عکس او را نصب کنند. بعداً نقاشان موظف شدند تابلوی بزرگ او را نقاشی کنند. بعداً کسی را که عکسش را پاره کرده بود زندانی کردند. بعداً مردم عکس‌های او را از خانه‌شان برداشتند. بعداً انقلابیون به صورت مخفی در شهر عکس‌هایش را پاره می‌کردند.